سلام، شبتون بخیر باشه. امشب میخواستم راجع به یه موضوعی باهاتون صحبت کنم که خیلی وقته که دوست داشتم باهاتون در میونش بذارم. اونم این که برای ماهایی که برای پیج کتاب معرفی کتاب داریم و راجع به کتاب ها صحبت میکنیم، یا خب من به شخصه راجع به مسائل اجتماعی صحبت میکنم، این سوال و این صحبت ها رو خیلی زیاد میشنوم که تویی که چنین پیجی رو داری، تویی که کتاب میخونی، قطعا خیلی وقت آزاد داری و در 90% مواقع چنین سوالی رو یا صحبتی رو پشت بندش میگن که ما از صبح تا شب داریم کار میکنیم، انقدر سرمون شلوغه، چنین وقتی رو نداریم که این کار رو بکنیم. تو مثلا کار خاصی رو انجام میدی یا اینکه اصلا سر شلوغه یا مشغول با کاری هستی یا نه؟ راستش این صحبت واقعا آزاردهنده است. چرا وقتی که یک نفر دوست داره خودش به علایق شخصیش بها بده و اینکه حالا برای مثال پیجی هم داشته باشه که راجع به اون علایق شخصیش بخواد صحبت کنه، مورد چنین نظرهایی قرار میگیره و این به نظر من یک تفکر اشتباه است. بالاخص برای کتاب، مخصوصا من چنین چیزی رو زیاد شنیدم که ما چون وقت نداریم، چون مرتب سر کاریم، اصلا نمیتونیم کتاب بخونیم. میدونم که زندگی این روزا مشغله های خیلی زیادی رو داره. برای مثال خیلی از شما هم شاید ندونین که شغل من چی هست، در طی روز چند ساعت کار میکنم، سختی کار من به چه اندازه هست. و خب این پیجی نیست که قرار باشه من راجع به این موضوعات خیلی صحبت کنم. و اینکه داشتن چنین پیج های خیلی نیازمند مدیریت زمان هست، اینکه یه جوری هندلش کنیم. ولی خب دوست داریم، من به شخص دوست دارم چنین پیجی رو داشته باشم، دوست دارم کتاب بخونم. بعد اون فردی هم که این صحبت رو میکنه قطعا یک سری علایق شخصی رو داره که دنبالش میکنه، ولی نمیدونم چرا در مورد کتاب مخصوصا چنین گاری خیلی گرفته میشه و چنین صحبتی خیلی در مورد کتاب میشه که آقا ما خیلی وقت نداریم راجع به کتاب اصلا صحبت کنیم، بخونیم. بابا اصلا کی وقت داره؟ یه مسئله که هست، ماها وقتی که رانندگی میکنیم، حتی توی جاده ها، تو اتوبان ها، توی بلوارهایی که با سرعت رانندگی میکنیم، چند نفر رو ممکن میبینید داره همجوری پیش در پیش رانندگی میکنه، یا یه دفعه ترمز میزنه، از کنارش رد میشه میبینید داره با گوشی کار میکنه. یکی توی مترو تقریبا 90% مواقع همه سرا تو گوشیه، به جز کسایی که واقعا دارن درس میخونن یا کار اداری، بانکی، حالا هر چی رو دارن با گوشیشون انجام میدن. خیلی از ماها اعتیاد به شبکه مجازی داریم. فقط کافیه که اون قسمتی که مقدار ساعتهایی رو که ما برای گشتن توی صفحات مجازی داریم میگذرونیم و حالا چه اینستاگرام چه یوتیوب چک کنیم. حالا خیلی وقتا متوجه میشیم که اون تایمی که براش گذاشتیم میتونیم برای علایق خودمون بذاریم. نمیگم کل اون تایم، نصفشو بذاریم زبونم گرفت، صفحات مجازی رو بگردیم، ولی اون نصفش هم میتونیم برای خودمون بذاریم، برای اون کاری که دوست داریم وقت بذاریم. و این خیلی خیلی خوبه برای خودمون، یک مسئله شخصیه. حتی ما هر کدوم از ما 5 دقیقه، 10 دقیقه، ربع ساعت در طول روز برای خودمون اون کاری رو که دوست داریم و وقت براشون بذاریم انجام بدیم، یک مقدار از این مشغله هایی که هر کدوم از ما ممکنه توی روزمره باشون درگیر بشیم و خود همون روزمرگی که اینقدر طاقت فرساست ازش رها بشیم، به حس راحتی داشته باشیم. وقتی که حتی من مطمئنم کسایی که این صحبت‌هایی رو میکنن، چه این صحبت‌هایی میکنن، از صمیم قلبشون دوست دارن که خودشون هم برای کاری که دوست دارن وقت بذارن. من نمیگم مشغله نیست، هست قطعا، اون افراد هم مشغله زیادی دارن، ولی میدونم که میشه حداقل تو هفته 3 روز به چیزایی که دوست دارن خودشون رو سرگرم، با چیزایی که دوست دارن خودشون رو سرگرم کنن و این خب حس خیلی بهتری به خودشون میده. به جایی که این وقت گذاشته بشه و این صحبت رو به فردی بکنیم و اون علایق شخصیشو زیر سوال ببریم که آقا تویی که داری براش وقت میذاری، تویی که داری برای علایق شخصیت زمان میذاری، پس تو یک آدمی هستی که اصلا هیچی برات مهم نیست. این یک تفکر اشتباهه. ما باید برای خودمون وقت بذاریم. ما قراره تو این جسم سالیان سال زندگی کنیم. این روح ما هست، باید بهش بها داده بشه، هر کدوممون طبق سلیقه و علایق شخصی خودمون. و این قشنگه که هر کدومون برای خودمون یه زمان شخصی داشته باشیم و
اینم خیلی حس خوبی داره که من به یکی از علایق شخصیم کتاب خوندنه و خب خیلی از اونا راجعش صحبتم تا حالا نکردم و خب دنبال علایق شخصیم باشم و اینکه امیدوارم که همه ما بتونیم سبک بال با حس خوب در تعامل با هم باشیم و این خیلی خوبه. شبتون بخیر باشه، شب خیلی خوبی داشته باشین.